رضا بجای دختن و خدا شوفتن و خمیر و پمیر یادش ده بیچاره دختن نمیتونه بیچاره شوفتن نمیتونه بیچاره خمیر کنه نمیتونه امروز بعد دیروز یک ماه بعد دیده که حیات بیرون فیلادت کریم خدا خواهد در پیش 6 تا عیبشه میگن زمین نمیکفه بدرویم بعد پیغمبر محمد سلام پیشی سلیمه امی سلمه مادرمون نمازی بامداد بعدی دور مدن که امی سلمه تسبیح زرنشته است رسول گفتن برای چی گفتن ای امی سلمه نمازی جماعت نمیروی برای چی گفت امی سلمه گفت حج نمیکنی برای چی گفت امی سلمه قرآن نمیخوانی برای چی امی سلمه جهاد نمیروی گفت که یا رسول الله گفت این اندک سبب این کاری مردم است که گفت اینا مردم میکنن گفت جهاد میرن مردم گفت یعنی مسجد میرن مردم گفت حج میرن مردم گفت بیشتری کارا میکنن یاد دار گفت اگر گفت تو گفت در خانه شیشته گفت انشاءالله گفت اگر گفت یعنی ماشین موضوع پیش دو چیزا میرسه که ماشین کار اومده مثل اصطلاح بهش همین بالای ماشکلش میدوزی تا همین ثوابا الله میتید اگر گفت شوهر تا حرمت کنی عزت چه بجا بیاری انشاءالله خداوند ثوابی شهید چیدن میتید اگر بچه ها تا تمام خوب بختن نوازش کنی خدا خواهد قرآن ختم شه میتید زنهای ما شما انشاءالله خدا خواهد خدمتایی که میکند به کم و کوس برای شوهرش حرمت میکند انشاءالله این ثوابان مهم بشود افسوس که زنهای ما شما خبر ندارد ولی بعد مردم اومده بعد فضیلت ها اگر چی میفتست با زنک تو منو باره ترسونده کرسته تو یک منفیت اخت نکن میکی تو نوبا توبه کرد باید گفتش که تو اگر من حرمت نکی دوزخ میره فقط عذاب خدا گرفتار نشین میفته تو من برای ترسوندن این ترسوندن نیست روز قیامت الله سبحانه و تعالی محکمه سودی دارد ایاد نبرد این بچه ها گوش کن خب این بچه ها شما ده الله که ده خدا خود مسئولیت پیش الله ده روز قیامت الله سبحانه و تعالی بعد انشاءالله خدا خواهد کلمه توحید بعد 5 وقت نماز پره خونداش اگر انشاءالله از حق عطا پد میپرسد اگر عطا پد راضی باشد جنت میدره راضی نباشد دوزخ میره امرا نشد اون نماز همه عبادت بیکار میشه اگر پدر و مادر چی نباشه راضی نباشه روز قیامت زنها را در محکمه سودیش بعد از نماز و طاعت و عبادت و خداشناسیش از حق شوهرش میپرسد اگر شوش راضی باشد جنت میدره الا دوزخ میرود این دنیا همه زنجیر پیچه با یک شکل نماز خونوفته اینجا نمیره نماز این ریشه این نماز خدا خواهد ریشه باشه این درخت به یک ریشه و به برگ و به گل هیچ نمیکنه این دیگر با عملها در پیش موندگی است او چیزا را چکار میکنی اجرا میکنی انشاءالله خدا خواهد او کارا را بجا میاری خدا خواهد انشاءالله حرمت ترتیب انتظام یکدیگر را بجا میاری من این شهر عروسی امشبه میگم الله مناسب شدیده است من خدا سبحانه و تعالی اگر وظیفه های مهم دارم می وظیفه ها خدا خواهد اجرا میکنم امشب خدا خواهد انشاءالله بعد خدا خواهد نماز شام کل خودتی ما بدین نماز شام چکار میکنم انشاءالله خدا خواهد خانه داخل میشوند انشاءالله 2 رکعت نماز خونم نماز شکرانه لیسا چقدر که امام اعظم رحمت الله علیه خدا رحمت کنگی باشه شبه که خدا خواهد پدرشون به وصالی خدا خواهد رسیدن همون شب چکار کردن 2 رکعت نماز شکرانه خوندن و بعد خدا خواهد نماز از خداوند پرس انشاءالله خدا خواهد فرزندهای صالح پرس دائما که بطالت گرد هردم دائم انشاءالله گفتگی بچه تا بگیری هر تا پاک خدا خواهد عرق خورده نه عرق خورده خدا خواهد نزدیک جندی میگرد یه ساق بیاد جندی نبرای خدا تو دیانه از تو چی میری آخه زواد بلک چشته هستی خدا خواهد الله تا کننده است زن زواد است زن زمین است همون زن خودت پاک شو انشاءالله هر تا پاک من یک تاییکه برای شما بیارم عبدالله مبارک گفتگی شخصی معتبر گذشتگی است خدا مبارک شکند با انشاءالله خدا خواهد همون انسان میدانیم خودش غلام بود از بازار خریده آوردش
خوجینش همین یک انگرزا دیدی استیلای بگم 8 ستون بنی 10 ستون بنی یک تا بنی والا علم همین گندما را همین گفت انگرا را وظیفه نگهبانی است. خوب شد گفت انگرا را نگهبانی کنه میگه استاد. چند سال گذشت یک روز مهمان اومد میگه و با قاضی مرو بود خودش در مروش دیکاره. بعد میگه مهمانا اول میگه ضیافت کشید خوشرو. بعد گفت که میگه مبارک از همه انگرا گفت پیش مهمانا بیا. این مبارک میگه انگرا را میگه کند آور میگه در درمش خون آمد پختگیش همه حالته. بعد حیران شد خوجینش گفت که ای گفت مبارک آخی انگرا آوردیم پختگیش خون شما چی گفت گفتم میبخشی گفت خوجین من حال این پختگی خونش نمیدونم شما نه بازار آورده گفته که انگر نگاهبانی کو خور نگفته من از ترس خدا کن دونه انگر تا نزدیدم انا خدا ترسی شلو خاموش میاد گفت یعنی شونه شکرش بکنه خدا یا ابو سلام تجربه کردم فوقا کرد یا کنه به خدا یک ساله خدا خدا در شیرین شد نمک میرید هرچی قاق شد دیگه چیز نشد بین و الله تحصیل بین انشاءالله خدا خدا تحصیل بین. بعد دختری همون قاضی میگه به بلاغت میرسد وقتی که انتخابش میکنن برای چی دادن برای انشاءالله خدا خواهد شه دادن انتخاب میکنن اینش میان میگه همین شهرداد نده خدا خواهد بگتی های پل داره انشاءالله من دکرم باشنه توشکم با توشکم بگردم گفت نه من خدا ترس نمیتیمش گفت پل دار من در کار هر گیجا حرکت کردم گفت نه. آخر بعد گفت که زن ششینان گفت که زنک دو یک گفت گفت همین مبارک من خدا تر دیگر کس نیست بین دائم صادقانه خدمت بکنه شبا عبادت گریه میکنه بیا بادا همین دیگه بعد رازیگی میتین نکاش کردن میتین میانه در 20 روز میگذره مبارک این زنه که نگاه دختر نگاه نمیکنه نگاهش نمیکنه 20 روز این خبر میگه به گوش زن قاضی میرسد. بعد قاضی زنش میگه که آخی منو بیایید تعریف کرد آخی مبارک دادمش دختر این ما نگاه نداشته من نزدیکی نداشته چیکار کنیم. بعد مبارک فریاد میکنه نفس میگه اینجا به بچم قلی گو آخی خود چی کم بودی داری اگران کم بودی داشت آشیان بگو. مبارک میگرده طرفی قاضی میگه که کم بودی در تست وقتی که من نزدی تو خدمت میکنم تو پاره میگرفتی مباد همون پولی حرام نخورون داشتش که فقط فرزندای من همش نادرست شود من اینه 40 روز هر شب پا میکنم از پولی سومه خودم انشاءالله بعد خدا خواهد یک کار نباشه. بعد 20 روز میگه الله سبحانه و تعالی یک جای شدن الله سبحانه یک فرزند به دنیا آورد نامش عبدالله کردن عالم و قاری بهترین شد از جهت چی؟ از جهت حلقی پاک حلق هم در کار هر فرد عزیزانی من نماز بخونی خدا خواهد 12 تا فرض متفق کن یک تاش بدن پاک فرضه بدن پاک باشه خدا خواهد زن پاک باشه شیخ سعدی میرویه انشاءالله خدا خواهد بخاری میرویه ابو بکر میرویه عثمان گفتگی کار بشه از خوردیش خدا خواهد انشاءالله کامل اینترنت ندیدم کودک بینن کودک بیچاره یک تا بازیچه مونده قرآن مونده درازش داره بازیچه با پارچه زیر قرآن داد داره انا خیلی بشه از خودش الله گو میشه زبانش یگانه بنامی آفریدگاش میشه لا اله الا الله میگه نگو تو در اون انشاءالله خدا خواهد منم امام اعظم خدا خواهد رویدگیش مادرش پاک بود ندانی وقتی که یک تا سیبه گزید خدا خواهد صاحب خانه را کافته برفت که یک صاحب باغ از درونی جویبارش او مسئله همون سیبه صاحب شا فیرات که برادر همین سیب تا گزیدم از خدا میترسم همین راضی شا و بیچارم آرزو کگشه که زاری دخترم ده یک جوانی خوب صالح خدا جو مناسبش بینه دید که اثار خدا خواهد خوبی ها های آثار چهرش خوب های اثری موضوع داره گفت این اگر باید خدا نمیترسید نمیومد پیشی من خدا ترسه گفت خیلی بچم بیا چی بگو همین سیبه گفت فروشه چند پولی قیمت بود نگفت چند سال خدمت میکنم نگفت یک شرط دارم اگر همین شرطی من قبول کنی من راضی گفت چی شرط داریم گفت یک دختر دارم کور است گنگ است کر است شل است همین اگر در نکاح کنی من راضی گفت
گفت آخه کور باشه، گم باشه، شل باشه، من چیکارش میکنم؟ نباشه که بچه رفتنگی خدا قیامت حساب کتاب بکنه. این گفت در ترس خدا من خدا میترسم. گفت بادا گفت مالش عقد نکاح شدن، قسمی بگانی نماز بعدی نماز شام خوندن. گفتن آنم خانه دیدی چراغ شده که همجا زنتون انتظاره. وقتی که ثابت میگه برفت دروازه را چای دید که یک پریشتگی است، قفا گشت را پوشید. از ترسم گفت این دیگه دختر گفت بنده خدا بیا، همون پدره که گفت من هستم، گفت بیا من با تو صحبت میکنم، سبب کار و کور و شر بدنی منم برای تو شر بدیم. اومدن شیشتن گفتن چی وای تا گفت؟ من گفت یک بیگانه دیدگی نیست چشم من از کوچه اومدگی نیست، من هیچ الان خورده هیچی نیستم. من در خونه پدرم خوروندم پوشوندم بای را تربیت کرد. من یک جای شدن شکرانه کرد الله امام اعظم به دنیا آورد. امام اعظمی که خدا خواهد 27 فائزی روی دنیا در همین مذهب است. 92.5 فائز در دنیا مسلمان است. 92.5 فائز همین 92.5 فائز 27 فائزش امام اعظم دهید، 17 فائزش امام شافعی دهید، 6 و 7 فائزش امام حنبلی امام محمد نه. الحمدلله همین انسان کشید به دنیا آمد. ما هم اگر خدا خواهد اعتبار کنیم، ما هم حلقمون را پاک کنیم، دخترامون را پاک کنیم، خدا خواهد حلال خوردیم شو، حلال پوشونیم شو، انشاءالله گفتگی تا میگیریم. ما شما چی امروز خدا خواهد اکثر ما بینماست. روز قیامت محکمه سودش نه الله اول نماز بپرسد. سخت‌ترین عذاب برای مردای هایی که میگه آیلش به نماز نمونه. در یک آیله 10 تا زندگی میکنی 2 تا نماز خون، 20 تا زندگی میکنه 1 تا نماز خون. چی بوده این؟ چخیلی مسلمانی هست؟ مسلمانی حجت نماز عزیزانی من. مسلمانی خدا ترسی است. اگر مسلمان یک کشه غیبت نمیکنی، بهتان نمیکنی، تهمت نمیکنی، همسایه خدا خواهد بد نمیبینی، 6 متر دیوار نمیزنی، فوتشکه بکشوی. از ما همسایه دیده نمیتونم خدا خواهد انشاءالله. نفرت نکنم همسایه. امام اعظم رحمت الله همسایش حولیش هم فروختگی شد بید. بیم که 3 ستک زمینه خدا خواهد انشاءالله $10,000 گفت. به سلوی بودن. آدم ها جدم که تعقل داریم. تو 3 ستک زمینه $10,000 میگویی. به عقل کو میدونی من که فروختستم؟ من همسایه ما فروختستم امام اعظمه. تو به این همسایه شو راحت میکنی گفت. تانی که همسایه شو خدا خواهد انشاءالله. بعد میده برای چی من قیمت دستم. عربا بیکار نبگن اتومبیل جاره قبل داری و رفیق قبل طریق. شما میگه پیش حوله خریدن آن همسایات بین. نابام نباشه با در روز زهر چوشه. پیش از رب اومده میگه جوره کبی که پدودید کنه میتونه رنده رفته. نیمیده رفته باید او را عدیده زده 3 تا شریکا را همه برایم. رهنده میران رهشو به یک یختوبی میاید. یک بار یکش میگوته همش میگریزه و جوره میگه آخی همجا شریک شده اومدیم همون چون که توری بمریم مری تو مر خیلی دوست کن داروش دوست باشی خدا خواهد گفتی اوزبکا یانم ده تو کدام وقت یانم ده تو همون وقتی که بارم ده مصیبت می آید به پول میمونم کسل میشم بینون میمونم خار میشم همون جا آمده هر برادر ما در خدمتگاه و دوستی صمیمیه دوستان ای سه نوان عربیدانی مالی و جانی و زبانی ممالی مال بده بجانی جان بده دوستان زبانی رو از در بیدار امروز خدا خواهد گنره شوی خدا خواهد 60 تا دوست میشه چیه نگه فایده های منفیت های دوستای زبانی هم خیلی امروز یک مرتبه فرمادی بعد تو که میگه جوان مرخش گنده بود همش میگه خدا خواهد یک طرف های خود با میمونی برای میگه حضرت جانی برای دوست جان را فدا کن دوست را از دشمن جدا کن خدا خواهد کی دوسته کی دشمن ده انشاءالله خدا خواهد برای سخت‌ترین باشه انشاءالله کن نماز خواهد خدا خواهد انشاءالله بچه ها یزید نماز عصر نزدیکه نماز 5 وقت بخون انشاءالله خدا خواهد راحت بکنی 5 وقت خدا خواهد انشاءالله 5 میگه که علماها یک درخت میگه یک دونه سیبای 5 تا سنگ زنش یک تاش میزنن یک دود از دو شیخ خدا خواهد دعا میکنی
یه دعایی که ما میاری خداخواه در یک صورت یک بار ما چی همین گفتی باید خطوبه اگر به خوب بزن همین دابلا هم بیار اگر دستخون هم ببینه خوب باشه دعای خوب بکنه همین دستخون سلابی باشه هم سلابی بکنه یه مک همون دابلا ده تکیه نکن الله نه تکیه کنه خودت دعا کن من هرگی نرش خداخواه خدا کن چون که پدر شما مادر شما از سختی دل دعا میکنی خداخواه یعنی نمازک نه بیادت من دلت کن میزنم خدا جان میگوی ربی پروردگار اللهم ارحمنا کما ربیانی صغیرا خدا یک مرحمت کن همه کسان دویده کفام گشنه و تشنه کلونم کرد خوروندم پوشوندم خونه دارم کرد زن دارم کرد تا دم زنده بود بچم گفت امروز خداوند در ته خوابه یک بریده نون دزار نیست که بریده نونش یم پول دزار نیست امروز محتاج دعاست 5 بار دعا کن 5 خدا خواهد نور در گوریتت میرود یک عزیز خدا قبرستان میدرایه قبرستان میده که تمام روحها در بالای قبر شدگیان همش خرسان یک بیچاره لباسای دریدگی در پیشش هیچی نه گریسته است گفتم ای بنده خدا این روحها رو بیا همش خرسان تو برای چه گریه میکنیم گفت من یک بچه بد اخلاق عرخی پیون کردم دوستا بگم من از هیچ کس نیست که در حقم دعا کنه یک برا بگو زایی نصیحتی تاگیره او شاید بگرد خدا خواهد انشاءالله منم یک دعا گوشم میگه اومد او یافت میگه ای گفت او اتیا که در می روحا شرمنده پیش رو آنده بیچاره خجالت ای تو کی بخت میآیه کی سمی پردایی کی تو آبرومند میشه کی بنده خدا میشه میگه همه از تاثیرش که میگه پرتاف دعا گوش شد یک روز گذشته دیگه میگه نورش هم منده بالا هست حتی دعا نکنی آک میشه نه نبرو اگر پدر مادر تا دعا نکنی آخ میشه یا آخ شدن شرط نیست من اومده در بین مردم اعلانت کنم آخ همی خیلی که دلش که رنجید آخ هستی دلش که رنجید آخ هستی آخی والدین الله سبحانه و تعالی میدانی جنت تا 500 سال را می اومده است کسی حتی پاش ناراضی که باشه بوی جنت نمیاری بوی جنت ها بوی جنت میدونی چه خیلی اطلای کلاس مسکو دانچه بگیرم اطلای هم خیلی زیبا شیرین داره که تا 500 سال نرسته میشه کسی که این کار بکنه وای دخدا خواهدیم حرام میشه همین نماز خانه که انشاءالله خدا خواهد عبادت تو کیا نماز زیان کرده گو کیا عبادت زیان کرده گو همیشه دل روشن همیشه لباس زکات داده هر روز خودت کنترل میکنی هر جمعه آوازی میکنی هر روز ناخونت میگیری با نماز خودم با گناه کنم پاک چی میگم فقط بعد در پیش الله برم چی میگم خودت تربیه میکنی خدا وعده شه استعیذ بالله ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر فقط شما را نماز از کارهای فحش میداره دیگه هیچ چی تو نمیداره گفت ولی از الله ترس خدا خواهد از الله ترسیده انشاءالله خدا خواهد رو که به طاعت بیار رو به عبادت بیار امروز خدا فرصت داده پول داده ماشین داده خانه داده شاهی عادل بالا آورده الحمدلله منگوی نون داده است همین هم خدا در دلش انداخته ساده همین شاهی عادل همه شرایط کرده با چی نوکوری میکنی این انداز و نعمت بی خدا خواهد در پیشت نه یک بریدن اون 10 آدم سر داره اکن شما آگاه باشین خدا خواهد انشاءالله رو که خدا خواهد به طاعت بیار رو به عبادت بیار الحمدلله امروز من از این جوان ها خرسند هستیم که روز تا روز جوان ها راه حق راه خوب گرفته رفته هستیم طاعت عبادت کرسیم به عدد به خدا شکری خدا آن هدایت تو کنه خدا آن ایمانات مستحکم کنه لیکن تکیه بر روز نکن تکیه بر جوانی نکن تکیه بر سالت نکن الله میدونه امروز 20 ساله هم رفته ساده 18 ساله هم رفته ساده 30 ساله هم 40 ساله هم 50 ساله جنازه داره همه هم امید داشت خدا خواهد فقط نفقه میبرم نماز بخونم خدا فرصتش نداره هیچ کس گارانتی نداره خدا خواهد که من این کسا عمر ببینم گارانتی نباشه امروز خدا خواهد کرگی تو امروز وقت را غنیمت شمار نگر که فردا ندامت نآید بکن فقط باید پشیمانیت کار نمیته بچم عزیزانی من فقط باید پشیمانیت وقت میگذره ساعت میگذره خدا خواهد انشاءالله بریم بیاید انشاءالله خدا خواهد هممون نتونه پیش ما بریم با یاد تو میتیم کتاب نمیتیم خدا خواهد در تلفن برخ میخونم ضبط کن بیار حتی یک جای نماز بود میدگه میدانی من نزدی ما هست
هنده کنابکش میزنی انشاءالله خدا بینن علم پیش رایشه که هنده کنابکش میزنی خودش نماز همش میخونه. آدمی که به علم باشه بولکش نخدا یک هفته زنیمت سکن نماز خون بشه ولی در دل نیست خودش میگه خدا هدایت کنه. خدا هدایت مرسی باید کنه. هدایت که اگر انصاف دادگی امروز مسلمان کرد الحمدلله خدا شکر باش کار کنه الله خدا گفتگی تا داده سه تا ما که بار گفتگی خدا کرد یک بار که بخیر بیا انشاءالله خدا خواهد یک بار فرمان خدا تکن میتونیم بود فرمانی پرزیدت نکنه نشه من نشه نکفته سه کونار نکفته سه فرام نکه عروجه خونت ندیگر نداده سه کسی نمیداری فرمان خدا نمیکنی این خدایی که همه ما فریده باش الله های شاگی بهترین دنیای برایش یک بار فرمان خدا امروز بچت فرمان تا نکنم جان نبوده خدا خواهدش شاید یکی ما فرمان خدا نمیکنم یک بار فکر نمیکنی یک بار اندیشه نمیکنی یک بار اون نمیکنی که چیش نساده ما خدا مسلمان ها باید کافی مسلمان زیسته مسلمان میرم انشاءالله چه نماز زیان کردی گو چه اسلام زیان کردی این اسلامه که اگر این نباشه زمین میکشد نه نبرو اسلام اگر یه حرفش نمونه اشیار زمین میکشه بنی اسرائیل نه یک گروه آدم ها بودن قوم از راه برمدن الله سبحانه و تعالی فرمان داد جبرئیل ارنه گفت برا همون زمین کش وقتی که اومد نگد حضرت عزیز طلب ساعت های 3 و 4 صبح چون که اکثر بلا در غفلت می آید اومد نگد یک شهر دور زد که یک تا آدم یک خلاترس شته باید چیکار کرده کتاب خونده ششته بعد گفت که خداوندا با خودت همه چیز عیان پوشیده تکنه همین یک آدم فقط در کتاب خونده شته ذکری خودتونه دیگر همه در غفلته بالا در سر ویزم چون فقط خود چوی کن خلاص این دین نصیحت هست روزی قیامت نمی شما میدونن اینجا 100 تا آدم باشه اگر 200 تا 300 تا آدم روزی قیامت نزد خدای بالا ما دعوا میکنه خداوند خونم بردمش آش مخور گوش مخور پول نگرفت یکی یک بار نگفت که نماز خون از خدا بترس عیله برگرد نگفت نه جزاش انی نته نسیم روز قیامت از بالا ما دعوا میکنیم خیلی دعوا داره کنیم ملا هر گفت میزنم این ملا بر تقش که گوش که روز قیامت این چنین باش ما که میگه که اینا ما نگفتن نفهموندن خدا جا با چی خیلی فهمونیم شما را الحمدلله با چی گوید یا ازبکچه گومی، کردیسچه گومی، با روسچه گومی، انگلیسچه گومی میگو یکی زبانی داری انشاءالله خدا خود همین قدر میفهمونیم تو لیکن با شما چی نگه جندیه گفتیه برفتیه با شما خدا خود بخیر نمیه که بخیر میایی که بیا که انشاءالله امروز وقته امروز فرصته امروز ساعتی دقیقه شه امروز خدا خود فقط باید پشیمان نشه با بعد نماز خانه بودن که هم نماز هم عرق هم نماز هم زنا هم نماز هم دوزی هم نماز هم پرسید روسیه با اون نماز خداوند مدمن الخمر میگه کسی که عرق خورده میگرده خدا نمیبخشد بیتاب نمری 1 سال بعد یک استکان خورد 5 سال بعد یک استکان خورد 10 سال بعد یک استکان خورد مدمن الخمر هستی این چه مسخره بازی هم نماز هم گناه خدا مسخره کرد تو خدا بچه اچت نیست خدا دورگیری سختگیری داد نبراد گفتی با شاه نقشبند که شمشیر خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد شمشیر خدا نمیبرد خوب پخی کنه پره انت کار نفهمه عقلت برفته دیده که شیفت کشته گشته کوچه با کوچه امرده کلو های کریشش برفت نگه هم کریشت خدا میرونه ای حد که بومدی خدا خواهد یک میفهمه تمام یک چیزی پوچکت کار نکرده انجینر با شما الله عزیزان من نیاد نبراد و سری کندن بانیا ساختن میدونه بانیا ساختن و انسان ساختنگه وقتی که میگفتن که روایت چیز قدر صحیح نمیدونم همون بانیا کار نکرده محکم شد بعد گفتن که برای چی محکم شده همون ناراضی کرده یک جوک شد تفته چی شده همون گرم نشیده تو نمی خدا یک جوک کرده تاکی تاو یده که خدا خواهد قلع خورده سه یده که بدن زده خدا خواهد انشاءالله با چی میگه تقدیر نگه تقدیر جنبون همه
چونکه ما شما چندین بار خدا آگاهی داده ساده تا اینو چند هزار دامله آمده گفته بودم ای بچم نماز خون عرب نخواه زینا نکن دوزی نکن علیه بدکریان نگفت همین پدر خدا را همش کردی باشه التماس میکنه جان بچه جان نکن میکنه نکن تو چی بود چند بار گفتم تو نه چند بار دیدم یا زدم یک شپاره فقط التماس میکرد جان تو چی بود جان که بیا نماز اکتا رو که اتکتا شد کن رو که افیکتا شد کن تو نمی با شما نبودستم که تفعلان که بیستان نه گفتم که خدا تو چقدر طاعت کنه خدا تو چقدر باید دیگره ماشین خودش سوارشن لذتش چخیره دمگه کسی سوار شده برای چخیره طوری می که خود سوار نشه خدا خود پنجی مسکار نزده خدا خود سمالات لیتیم میکنی بعد میگو منم مزه کنم دمگه که مزه نیست اگه که من خدا خود خود هستم خود تماشا داری داری منم این مزه نیستی مزه همه وقتی که یاکی مسامن زن نگیرفته ندونی به لذت چیه که اگه خدا خواهد یک بار لذت چه میبین باید اوه میبین زن جون بوده حضری جون بوده که من گشت دادم چماری کجا و کجا باخته نمیگید تو هر یک چیزی خودش لذت داره تا خودت اجراش نکنی همین نماز هم لذت داره تا خودت اجراش نکنی با یک تشی میگد من یک روز همین روز قیامت چه آگه من خدا خواهد در قیامت همین دومن حتی تا میخفم خدا خواهد جانم آتم دومن ندادم نبلین چک اگه جاشا میخفیده تو باقوی حتی من نشه خدا خواهد باقوی الله شد سر سجدمون اونجا تلیه لقد میموند بخیدی بکنی همین تا دهشته که هیچ کس گاب زدن طاقت نمیکنه که حالم چی میشه این محکمه سعودی اینجایی که خدا خواهد 10 تا آدم بکر بگیم 16 تا آدم در خدا خواهد زبستوکه که میبریم اونجا پیش خدا نه زبستوکه که بتونی نه گاب زده میتونی خدا در دهنت مهر میزنه پیچتت میکنه لا یتکلم میگه هیچ کس گاب نمیزنه الا باذن ربی که خدا اذنتیه گاب میزنی بندم بگو گوید گاب میزنی ناشم دهنت پیچته هیچ که اگر نمیدونی یه ای آدم تا خاتم میلیارد آدم خیزه میدونی که آگو اگر دنیا میگیره خب مستی از ترس با کرکت کشات رو حالم چی میشه چی میگم پیش الله نازم میپرسم اونجا همه میبینه تا اینجا هیچ کس ندسته بجوز الله خدا خواهد خونه خیبر مدرس زینا داری دختره که پند داری ای خدا نمیترسی خدا خواهد از من در برین نگمید که این کوچه میبریم دختر گذاشته سه برادر التماس همینه کی زوره مچک کنه تلخت میکفه او میگو اگر از من مچک کنیم آتش میکشم آپاش میکشم یا که خدا ای وطن بدرگاه میکنه کاش که در شاه همین سوال اختمه دادی یعنی که هر این دختره که بیچاره خیلی عطا داره اپا داره توقع داره احمد داره خوله داره انسان هیچ کس نمیبینه الله دیده سکو این دو تا کامله در کچ بیانگی در ساکو کامله دنیا همونالی یعنی کامله هم بترسینه کامله رو پار نمونه خدا خود دم درد میزنه اگر کامله الهی بترسی انشاءالله هرگز سری گناه نمیره هرگز خدا خود فن نمیکنی هرگز همسایت آزار نمیتی هرگز گناه نمیکنی سری گناه نمیره یه یک زنی خدا ترس مثل یک خدا زنه کاری هم قوت ایمان نداره یک زن میگه یک مرد عاشق شد میگه وقتی که از سفر میرفته میگه از کفاش تا برگندی برفت برگندی نبرفت میگه بعد برگندی در شب شد یک جان هم دم گرفت بعد آسته میگه پیش زنه کمد گفتی میگه میدونی مقصدی من چه مقصد من برای تا رسیدن همجا اومدم بعد گفتی میگه زنه همین کاروان بی که همه خوبه میگه همه خوبه الله خوبه میگه که دمش گرفت سیز بیلا لا تخوض و سینتون ولا نام الله خدا خواهد انشاءالله اقل پینک نمیگیرش ولی خوامون پینک یاد من تکنیم بدن بزنیم الله سمت تو پینک نداره گفت الله دیده همونجا میگه تلخش که گرفتم کاش که تانی این کار خدا خواهد میشنیدی و دختری مردم را تجاوز نمیکنی ایاد نبرار که این گناه ها جزا داره اگر توبه نکنی نگردی خوارت تجاوز میکنن اگر توبه کنی نگردی زنت نتجاوز میکنن این حیات میکنه قانون داره این چیز خدا خواهد 5 سال بعد 10 سال بعد سر میمری بعد میدونی بعد خدا خواهد انشاءالله برای این توبه که خدا خواهد انشاءالله همچون خواهر دور همچون مادر دور همچون عمه دور خاله دور تاغا دور همچون دور انشاءالله خدا از الله ترس نگو که دنیا به صاحب این دنیا صاحب داره
این دنیا جزا داره انشاءالله خدا خواهد مکافات داره. آخری میدان زناگر چیست؟ آخرش در جاگه میگلتی، آخرش کلم میکنی، آخرش بو میکنی، توبه نکنی. در کتاب تورات داوردگی در عباره که کدام زناگره که توبه نمیکنه کور نشوی دنیا نمیگذره. خدا کورت میکنه، پیست میکنه، مخال میکنه. من دیدم این چیزا، بچهش میکنه اگر دیدم کلم کلم مرد. خدا نگه داره. این سلامتی چیزی پر قیمته. در پیش سلامتی همه چیز بیکار. سلامتی نباشد دنیا چی در کار. این سلامت نباشد که نه توی علی جا میپرد نه توی ولی جا، نه ماشین جیپ میپرد نه راکت. همه چیز بچه تنیسیت. این تنیسیت کی میده؟ الله میده. اگر ما الله یاد نبریم، اگر ما فرمان خدا کنیم، گفته خدا کنی شاد شوی، گفته شیطان کنی خواب شوی. جوانو پخته گوشت کش. دنیا بازی نیست. دنیا خدا خواهد انشان حساب کتاب داره، صاحب داره. خدا راستی رفته کلاسه میگو که تو دلاسی خدا نمیبینم. راستی خداش میگو دیگه اینجا رفته زینا میکنی. بیچاره کارش داده. یک جوان میگه کار میکرد، میگه یک جوان در جاش مونده آمدم زنی وی تجاوز کرده. میگه ای کارم، میگه ای نومسه، میگه دیگه ام کارم معلوم شدم به مالا پلیخش بگیفته سودم. انا بیچاره اورسکی بیچاره کارت یا خونت یا درت یا نونت یا با به ناموس تجاوز کرد. پلیوه دست با خدا خواهد انشاء. دختر چه فن کن؟ کنی دختر تو آمدم جا فن کنه چی؟ کنی اومده خواه کشاله کنه چی؟ زن تو آمده کشاله کنه چی میپورد؟ تو دم نمیخواه نکشیش دار کلش پوستش میکنی و یا با خوب انشاءالله خدا خواهد توکل میکنن، خوب با صبر میکنن، خوب با ای الله ترس انشاءالله خدا. همه بنده خدا است. مولانا که همه میگد بخاری سوی کافر هم مبینی مبادا که فروز شمع دینی. و کافر بچهش می بد نبی. اگر خدا بخواهش انشاءالله عالی میشه، انشاءالله بخواهش خدا ایمند تقوا دور میشه، ایمند علمش بقوت میشه، ایمند خدا ترسی دور میشه. افسوس میکنی. و همین سخن کنیم، سخن بسیار است. وقتی نمازم نزدیک است به تب بلبلی خدا خواهد سوخ زمین حضور دارم. انشاءالله نظم دعوتشو میکنیم. هرچند خدا خواهد یک پارچه خدا خواهد قرآن تلاوت میکنن انشاءالله. و در حق گذشتگان یک کلی جان پدر و مادرشو در حق خدا خواهد این اهل خاندان، اهل ده، اهل قبرستان انشاءالله دعا میکنیم. عزیزان من بینه که بخت بیاییم، بیا که بخت بیاییم همون انشاءالله خدا خواهد یک رو به طاعت، رو به عبادت، رو به خوبی ها بیاریم که نجات خدا خواهد انشاءالله. دو دنیا در اصل خدا خواهد. یک رشته سخن با برادر میکنیم انشاءالله.